أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. خب حدیث 438 از کتاب ریاض الصالحین. در زیر حدیث 438 حدیث طولانی را میارد که در باب صله رحم در گذشته قسمت حدیث آورده بود، گفته بود باقی مانده شد در باب رجا میارم. اکنون انا همین حدیث در نظر داشت در همون صله رحم، همین حدیث در نظر داشت. کم ترک آوردگی بود، بخونیم در یادتون میاد که اون کدام حدیث بود. خب و عن ابی نجیح عمرو بن عبسه، از ابو نجیح عمرو بن عبسه روایت است، از سلمی ابن عبسه سلمی رضی الله عنه روایت است که قال گفت كنت وانا في الجاهلیه اظن ان الناس على ضلاله. كنت یعنی بودم من میگه و انا فی الجاهلیه و در حالی که من در زمان جاهلیت اظن ان الناس على ضلاله به این باور بودم یا گمان میکردم، فکر میکردم که مردم در ضلالت و گمراهی هستند. یعنی مردم رو در زمان جهالت میدیدم، الکی تصور میکردم، به همین باور بودم که مردم در جهالت هستند. و انهم لیسوا علی شیء، یعنی که و هر آینه مردم لیسوا علی شیء، یعنی لیسو نیستن یا قرار ندارند علی شیء بر چیزی یا در راه چیزی، یعنی در راه حق. علی شیء یعنی در راه درست نیستن مردم. و انهم لیسوا علی شیء و هر آینه ویها قرار ندارن، مردم زمان جاهلیت قرار ندارند در راه هدایت و در راه درست. و هم یعبدون الاوثان و ویها عبادت میکنند اوثان را، ویها عبادت میکردند و در حالی که ویها عبادت میکردند بتها را. فسمعت برجل بمکه یخبر اخبارا، پس میگه شنیدم یا خبردار شدم. فسمعت شنیدم یا خبردار شدم برجل بمکه، از حال مردی در مکه است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یخبر اخبارا یعنی خبر میدهد خبرهای تازه و خبرهای نو. یخبر اخبارا یعنی خبر میدهد خبرهای را. فقعدت علی راحلتی، پس میگه من نشستم بر شترم، بر همون چیزی که سوار میشدم برای سفر، بر همون نشستم. فقدمت علیه، پس رفتم میگه نزد وی، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فاذا رسول الله صلی الله علیه و سلم مستخفیا جراء علیه قومه، پس ناگهان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدم که میگه مستخفیا، در حالی که میگه من مخفیانه نزدش رفتم، یا مستخفیا مخفیانه پیغمبر دعوت میکنه. زیرا که مستخفیان میشود که حال بگم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حال رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که مستخفی بود، یعنی که دعوتش پنهانی بود، دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پنهانی بود. خب جراء علیه قومه یعنی که با غیرت بودن، با جسارت بودن در نزدش قومش، یا قومش بر اون با غیرت بودن، یعنی که بر ضدش بر جنگ بودند و همراهش موافقت نمی کردن. فلطفت حتی دخلت علیه بمکه، پس میگه فلطفت، پس من پنهانی یا بگیم جاگه شده رفتم نزدش، حتی دخلت علیه بمکه، تا اینکه در مکه منم در آمدم، در مکه رسیدم. فقلت له، پس نزدش رفتم میگه فقلت له، پس گفتم برای پیغمبر که ما انت، یعنی چی است وظیفه تو؟ ما انت یعنی چی است وظیفه تو؟ قال انا نبی، گفت من پیغمبر هستم. ببین نگفت که من انت کی هستی تو، گفت ما انت یعنی وظیفه تو چی است، یعنی تو چی کاره هستی. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوالش جواب که انا نبی، یعنی من پیغمبر الله هستم. قلت و من نبی،
میگه من گفتم که پیغمبر نبی چی است؟ پیغمبر کی است؟ قال ارسلنی الله، گفت من رو الله فرستاده است، من رو الله فرستاده است. قلت و بأی شیء ارسلک، میگه باز سوال کردم که به چی چیزه، به چی وظیفه ها و به چی مأموریت های ارسلک فرستاده است تو رو، یعنی الله سبحانه و تعالی به کدام وظیفه یا برای اجرای کدام کار فرستاده است تو رو؟ قال، میگه گفت که ارسلنی بصلة الارحام، فرستاده است مرا الله تبارک و تعالی برای پیوست کردن صله ارحام، صله ارحام رو باید پیوست بکنم. و کسر الاوثان، و برای شکستن بتها، الله تبارک و تعالی میگه من را فرستاده است تا اینکه بتها را بشکنم. و ان یوحد الله لا یشرک به شیء، و باید تنها دانسته شود الله تبارک و تعالی و شریک آورده نشود به الله چیزی. باید مردم الله را یگانه بپرستن، یوحد یعنی که باید با توحید عبادت کنن الله را، ولا یشرک به شیء، و به الله چیزی را شریک قرار ندهند. قلت فمن معك على هذا، پس میگه که سوال کردم، عمرو ابن عبسه میگه که سوال کردم که فمن معك على هذا، یعنی کی است همراه تو در این راهت، این راهی که تو اختیار کردی همراه تو کی است؟ قال حر و عبد، میگه گفت که یک انسانی، یک مردی آزاد است و یک مردی برده است، یک خدمتگار است، یعنی دو کس است، فقط در حاضرش ده دو کس ایمان آوردگی هستند. میگه و معه یومئذ ابو بکر و بلال رضی الله عنهما، و در همان روز میگه همون وقت میگه همراه پیغمبر صلی الله علیه و حضرت ابوبکر بود، اون حرون یعنی حضرت ابوبکر یعنی یک مردی آزاد یعنی حضرت ابوبکر، و بلال و خدمتگار بلال رضی الله عنه، حضرت بلال رضی الله عنهم، همین دو کس بود همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقلت، پس میگه من گفتم اینی متبعک، من پیرو تو هستم، یعنی منم از پیروای تو هستم، یعنی که ما را سه بگن پیروایت رو سه کس حساب کنید، یعنی که منم پیرو شدم، یعنی که این انسان میگن خیلی انسان زیرک و خیلی انسان هوشیار بود که از با همین چند سوال الکی درک کرد که همین انسان راست میگوید و در راه درست است، پس زود میگه گفت اینی متبعک، یعنی که منم از پیروان تو هستم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس میگه گفتش که انک لن تستطیع ذلك یومک هذا، گفت هر آینه لن تستطیع، تو نمیتوانی، ذلك یومک هذا، یعنی که تو نمیتوانی که امروز آشکار کنی، انک لن تستطیع، تو نمیتوانی ذلك این کار رو کردن، یومک هذا در این روزت، یعنی اسلامت را آشکار کرده حالا نمیتوانی تو، ایمانت را آشکار کرده نمیتوانی تو. الا ترى حالی و حال الناس، آیا نمیبینی تو حال من رو با مردم و حال مردم را، یا حال من رو با مردم نمیبینی، یعنی چطور مردم با من دشمنی دارن، چطور مردم بر ضد من مبارزه برده‌اند، چطور در حال تنگ و دشوار قرار دارن، آیا تو نمیبینی؟ ولکن ارجع، اکنون پیغمبر توصیه اش داد، ولیکن تو گو بگرد الی اهل که به خانوادت، بگیم به اهل محلات، بعد قشلاق خودت برگرد. فاذا سمعت بی قد ظهرت فاتینی، پس هرگاهی گفت شنیدی، فاذا سمعت بی هرگاهی که شنیدی از حالت من، بی یعنی که حالت من را، قد ظهرت، واقعا که من آشکار شدم و واقعا که من پیروز شدم، فاتینی، پس نزدم بیا. یا وقتی که آشکاری و دعوت آشکارا شروع شد در اون زمان گفت پیشم بیا، پس نزدم بیا. حالا مشکل است، این حالا دشوار است، حالا شاید صبر کردن نمیتونید، شاید اگر حالت این مرد رو دید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو برگردونید به اهلش، یعنی که ایمانش قبول و برگرد با اهلت باش. قال، پس میگوید فذهبت الى اهلی، عمرو ابن عبسه میگه رفتم نزد خانوادم یا نزد اهل بیتم و قریه و قشلاقم. و قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه، اکنون چند سال بعد آمد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه. و کنت فی اهلی، اون زمان میگه من در قشلاق خودم بودم، در نزد خانواده‌ام بودم. فجعلت اتخبر الاخبار، پس شروع کردم اتخبر الاخبار، یعنی جستجو میکردم خبرها رو، یعنی پرسپاس میکردم، جستجو میکردم از حال پیغمبر
پرسان می شدم. و اسأل الناس حین قدم المدینه، و پرسیدم مردم رو وقتی که پیغمبر مدینه آمد. وقتی پیغمبر مدینه آمد، حتی قدم نفر من اهل المدینه، تا اینکه میگه آمد نفرون، یعنی گروه از اهل من از مدینه، از اهل، از بگیم از همون اهل قشلاق یا از همون دهه به نزد من آمدن، از اهل مدینه به نزد من آمدن، بگه به نزد قشلاق اینا آمدن. فقلت، پس میگه ما گفتم ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینه، چیکار کرد این مردی که مدینه آمد، این مردی که مدینه آمده گست این چیکار کرد؟ فقالو، پس میگه همون گروهی که آمدگی بود گفتن که الناس الیه صراع، یعنی مردم به سوی اون میشتابند. صراع هستن، صراع یعنی شتابیدن، دوان دوان رفتن به سویش، مردم به سویش میشتابند، مردم به سویش دویده میروند، دویده میروند. و قد اراد قومه قتله، و واقعا خواست قومش کشتنش را، اراده کرد قومش کشتنش را، قومش میخواستن که این مرد را بکشن، این پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. فلم یستطیعوا ذلك، پس نتوانستن این کار را، موفق نشدن، کشتن نتوانستن پیغمبر را. فقدمت المدینه، اکنون خبر میگه شنیدم و فقدمت المدینه، پس آمدم، میگه من مدینه. عمرو ابن عبسه میگوید، راوی همین حدیث اکنون میگه من مدینه آمدم. فدخلت علیه، بس نزد پیغمبر در آمدم. فقلت یا رسول الله اتعرفنی، پس میگه گفتم ای رسول الله آیا مرا میشناسی؟ قال نعم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بله، یعنی یادش ده، یاد پیغمبر ده که بود، گفت بله میشناسم. انت الذی لقیتنی بمکه، گفت تو کسی هستی که لقیتنی بمکه، یعنی ملاقات کردگی بودی همراه من در مکه، وقتی در مکه بودن گفت همراه من ملاقات کرده بودی. قال، پس میگه گفت، فقلت، پس میگه من گفتم، قال فقلت، گفت پس من گفتم یا رسول الله، ای رسول الله، اخبرنی عما علمك، عما علمك الله و اجهله، گفتم اخبرنی یعنی خبر بده من را، عما علمك الله، از آن چیزایی که یاد داده است تو را الله، آموزانیده است تو را الله، و اجهله، و من نمیدانم آن را، و اجهله یعنی که عمرو ابن عبسه میگه من آن را نمیدانم، پروردگار تو را یاد داده است، همون را برای من تعلیم بده. اخبرنی عن الصلاتی، گفت خبر بده من را از نماز، نماز یادم بده. قال، پیغمبر گفت صلی صلات الصبح، بگذار، گفت نماز بامداد را، نماز بامداد را بخوان. ثم اقصر عن الصلاتی، پس گفت خودداری کن از نماز خواندن، نماز بامداد خواندی دیگه نماز نخوان، خودداری کن از نماز خوانی. تا که حتی ترتفع الشمس قید رمح، تا زمانی که بلند شود آفتاب به اندازه یک نیزه، به اندازه یعنی که آفتاب ببراید، وقتی که برآمد، فانها تطلع حین تطلع بین قرنی شیطانی، فانها، پس هر همین آفتاب، تطلع یعنی طلوع میکند، میبراید، حین تطلع در وقتی که میبراید آفتاب، بین قرنی شیطان در بین دو شاخ شیطان میبراید. شیطان اولین وقتی که میبراید در بین دو شاخ آفتاب اولین وقتی که میبراید در بین دو شاخ شیطان میبراید. و حین اذین یسجد لها الکفار، و در این هنگام سجده میکنند برای همون آفتاب کافرها سجده میکنند آفتاب را، یعنی که برای تشبیه شدن به کافرها بامداد که خواندی دیگر نماز نخوان تا آفتاب برآمدن. ثم صلی، یا در وقت آفتاب برآمدن نماز نخوان. ثم صلی، پس نماز بگذار. فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. میگه که ثم صلی، بعد از اون که آفتاب برآمد به اندازه یک نیزه یعنی بلند شد، ثم صلی، پس بخون، یعنی نماز نافله هر چیزی که میخوای بخون. فإن الصلاة مشهودة محظورة، پس هر آینه نماز مشهوده و محظوره است. اما مشهوده است و محظوره است، یعنی که نماز مشهود هستند، یعنی که شهادتی داده شده هست. محظوره است یعنی که حاضر گردانده شده است، یعنی که ملائکه ها حاضر می شوند در نماز.
فإن صلاة مشهودة محظورة، پس هر آینه نماز گواهی داده شده و حاضر گردانده شده است. فهمو؟ گواهی داده شده است یعنی گواهی دادگیان و محضور است یعنی حاضر شده است ملائکه ها. حتی یستقل الظل بالرمح، تا اندازه ای که حتی تا زمانی که یعنی نماز تا بخونه که بعد آفتاب برومد نماز تا بخون تا که حتی یستقل الظل بالرمح، تا اینکه مستقل شود، مستقل یا که کم شود سایه بالرمح با نیزه، یعنی که سایه‌اش کم شود. ثم مقصور یعنی که وقتی زوال نزدیک شود. ثم مقصور عن الصلاة، پس ثم مقصور عن الصلاة، پس خودداری کن از نماز خواندن. فإنه حينئذ تسجر جهنم، پس هر آینه حينئذ در همین هنگام تسجر جهنم یعنی که شعله‌ور می شود یا علنگه می گیرد جهنم، یعنی وقتی تسبیدنی چی است؟ وقتی تسبیدنی دوزخ است، جهنم است. فاذا اقبل الفیء فصلی، پس زمانی که اقبل الفیء یعنی که روی آورد به طرف دیگر الفیء، پس نماز تا بخوان. فصل پس نماز. فیء سایه اصلیه که وقتی که آفتاب راست می شود یکم تا سایه در بیخ هرچی که میموند انا همون سایه را سایه فیعش میگن. فهمو؟ فاذا اقبل الفیء، وقتی که همین سایه حرکت کرد، وقتی سایه حرکت کرد فصلی، پس نماز تا بخون. یعنی زوال، بعد از زوال، وقتی زوال که گذشت پس نماز تا چیکار کن؟ نماز تا بخون یا بعد از قیام. فإن صلاة مشهودة محظورة، پس هر نماز مشهوده و محظوره است. حتی تصلی العصر، تا زمانی که نماز عصر خوندی. ثم مقصور عن الصلاة، یعنی نماز پیشین خوندی اکنون تا عصر، وقتی عصر که خوندی ثم مقصور عن الصلاة حتی تغرب الشمس، بعد دیگر خودداری که از نماز خوندن تا آفتاب فرو رفتن، تا آفتاب فرو برود. فإنها تغرب بین قرنی شیطانین، پس هر آینه همین آفتاب غروب میکند میشیند در بین دو شاخ شیطان. و حین ایدین یسجد لها الکفار، و در این هنگام سجده میکند به این آفتاب کافرها، وقتی سجده کردن عبادت کافرها است. قال فقلت یا نبی الله، اکنون تا اینجا حدیث بود، میگوید عمرو ابن عبسه، پس میگه گفتم که پیغمبر الله فالوضوء، پس طهارت چی؟ حدثنی عنه، یعنی پس سخن بگو برای من از در موضوع طهارت. فقال، پس میگه پیغمبر گفت که ما منکم رجل یقرب وضوءه، یعنی که نیست از بین شما مردی که یقرب وضوءه، یقرب یعنی که آماده میکند، وضوءه یقرب وضوءه، آماده میکند وضوءش را، وضوء یعنی آب طهارتش را، آماده میکند تهیه میکند وضوءه یعنی آب طهارتش را. فیتمضمض و یستنشق و فینتثر، فیتمضمض پس مزمزه میکند، آب رو در دهن گرفتن و برآوردن مزمزه میگن، پس آب به دهن میگیرد. و یستنشق استنشاق، آب رو در بینی گرفتن، آب وقتی که به بینی میگیره استنشاق میگن، پس استنشاق میکند. و ینتثر و انتثار بیرون کردنی آب از بینی را میگه، وقتی درو بینی میگیری ایرا استنشاق میگن، از درو بیرونش میکنی ایرا انتثار میگن، پس انتثار میکند یعنی آب رو از بینی بیرون میکند. الا خرت خطایا وجهه و فیه و خیاشمه، مگر اینکه این کار وقتی که میکند انسان مضمضه و استنشاق استنثار میکند، خرت خطایا وجهه یعنی که بیرون میشد، میچکد، میریزد، خطایا وجهی یعنی خطایی که از رویش بروش انجام داده شدگی است. و فیه و خطایی که در دهنش یا به دهن انجام داده شدگی است. و خیاشمه و از بینیش قطعی انجام داده شدگی. همه این خطاهای اینجاها میگه همه میریزد و میچکد. ثم اذا غسل وجهه کما امره الله، پس هرگاهی که شوست رویش را چطوری که الله سبحانه و تعالی امرش کرد، الا یعنی وقتی رویش میشود، الا خرت خطایا وجهی من اطراف لحیته مع الماء، مگر اینکه میریزد یا میچکد خطای رویش از اطراف لحیت یعنی از بر و از اطراف از یک بیخی ریشش، از یک بیخی ریشش مع الماء یعنی که همراهی آب.
همراه آب بیرون می شود. مع اطراف کتاب خود لحیه است که لحیه. چه؟ بله لحیه باشد اگر یعنی که با اطرافی چیزش ده ریشش قطی. اما اگر که لحیه میشد با اطرافی اینه استخوانای دو طرف هست کام جای ریش میبروه کو همونجا رو میگنده اون طور میشید خوب تر بود لبه میگه که میچکد خطاهای رو از اطراف ریش. اگر لحیه بگیم لام کسره کنیم از اطراف ریشش خطاش میچکد. وقتی تورد میگی او میا بریش میچکه کو همینجا ده یعنی که او خطا میان میریزن. فهمو؟ خطا میریزن. اگر لحیه بگیم ریش میشه. اگر لحیتی بگیم لحیه در این صورت چی میشود؟ چی میگه نمی استخوانه که جای ریش میبروی کو او منه بله از همین منه میریزد. فهمو؟ یعنی برای ریش دار اگر بگیم لحیه برای غیر بیریشه که همو منه. فهمو؟ لحیت یعنی ریشش لحیه باشد ریش. بله. ثم یغسل یدیه الى المرفقین پس میشوید دو دستانش رو تا اورنجی دست. الا خرت خطایا یدیه من انامله مع الماء مگر اینکه میگم میچکد میرزد خطاهای دستش من انامل یعنی که از سر انگشتان دستش مع الآب یعنی با آب. وقتی طهارت که میکند میرزد دستش میشود خطا میاد از سر چلیکاش میچکد. ثم یمسح رأسه بعد میگم مس میکشد سرش را. الا خرت خطایا رأسی من اطراف شعره مع الماء مگر اینکه میچکد یا میریزد خطاهای سرش من اطراف شعره یعنی که از یک طرف یک بیخی موی سرش. فهمو؟ مع الماء یعنی همراه آبی که میچکد. ثم یغسل قدمه الى الكعبین بعد میشوید دو پایهایش را تا بجلک پا تا قوزک پا. الا خرت خطایا رجلیه من انامله مع الماء مگر اینکه میچکد خطاهای پایش از انگشتان پایش مع الماء یعنی که همراه آب. فإن هو قام فصلى پس اگر که وی خیست و نماز را خواند یعنی طهارت رو به همین طریق کرد پس خیست نماز رو خواند. این را پیغمبر گفته سیکه. فحمد الله تعالی پس هم گفت الله سبحانه و تعالی را و اثنى علیه و ثنا و درود گفت الله را و مجده یعنی با بزرگی یاد کرد الله سبحانه و تعالی را بالذی هو له اهل با آن طریق با آن طوری که هو له اهل یعنی اون الله سبحانه و تعالی به همون طریق شایسته است. یعنی که چنان حمد و مجد و بگیم ثنا و بزرگی الله را بیان کرد که الله شایسته و سزاوار همین است. و فرغ قلبه لله تعالی و خالی کرد دلش را برای الله سبحانه و تعالی یعنی خاص نیت خالص صادقانه. الا انصرف من خطیئته كهیئته یوم ولدته امه مگر اینکه انصرف من خطیئت یعنی پاک می شود از گناهانش که هیئتی یوم ولدت امه به مثل همون هیئت و همون شکلی که تولد کرده بودش وی رو مادرش. همون روزی که از مادرش تولد شد چطوری که بی گناه بود اگر همین کار بکنه تا آخرم تا بی گناه از خطا دور می شوند خطاش بخشیده می شود. فهمو؟ این بود سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اکنون دوام سخن ده عمرو ابن عبسه میگوید فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث ابو امامة صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس میگوید سخن گفت فحدث تکرار کرد این سخن ها را عمرو ابن عبسه یا سخن گفت عمرو ابن عبسه بهذا الحديث یعنی همین سخن را آمد گفت با کی گفت؟ ابو امامه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت فقال له ابو امامه پس میگه
ابو امامه عمرو ابن عبسه را گفت که یا عمرو ابن عبسه، ای گفت عمرو ابن عبسه یا عمرو ابن عبسه، اون نظر ما تقولو، نگاه که چی میگویی تو، یعنی که مثلا قدر فضیلت بزرگی تورات که گفت و این را در نظر داره که نماز که با این طریق بخونی چیکار میشه، همون گفت انظر ما تقولو، یعنی نگاه تو چی میگویی، فی مقام واحد یوت هذا الرجل، یعنی در یک جا، فی مقام واحد در یک جا داده میشود این مرد را، یعنی این فضیلت و بزرگی که تو گفتی است، یعنی تورات کنه این قدر هر اعضاش داره این قدر فضیلت و این چیزا، بر آیا برای همین یک کار گفت همین قدر فضیلت داده می شود؟ فقال عمرو ابن عبسه گفت که یا ابا امامه لقد کبرت سنی، گفت ای ابو امامه لقد کبرت سنی، گفت من پیرانسال شدم، سالم به یک جایی رسیده است، و رق عظمی، و گفت ضعیف شدگی است استخوانام گفت ضعیف شدگی است، و اقترب اجلی، مرگم گفت نزدیک شدگی است، و ما بی حاجتون، و احتیاج ندارم، گفت من نیاز ندارم ان اکذب علی الله تعالی، دروغ بر الله بگویم، ولا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، و همچنین احتیاج ندارم که دروغ بر رسول الله ببندم، یعنی که احتیاج دیگه به این نیست که من دروغ بافی کنم. لو لم اسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مرتين او مرتين او ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت ابدا به، میگه که لو لم اسمعه، اگر نمیشنیدم همین سخن را، من رسول الله صلی الله علیه وسلم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم، الا مرتن، یعنی یک بار، او مرتین یا 2 بار، او ثلاثا یا 3 بار، حتی عد 7 مرات، تو همتر میگه تا 7 رفت، یعنی 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار، ما حدثت ابدا به، گفت سخن نمیگفتم با این هیچگاه این سخن نمیگفتم، یعنی که من چند بار تکرارا من از رسول الله صلی الله علیه و شنیدگی هستم در این موضوع. ولکنی سمعته اکثر من ذلك، ولکن میگم من شنیدم بسیارتر از آن، یعنی از 7 که گفت کو تو 7 شماریده، یعنی بسیارتر از 7 از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم من این سخن، یعنی چندین بار از رسول الله شنیدگی هستم. خب این است حدیثی طولانی و دراز و قصه. بعد از این چند معنیش میارد، بعضی کلمات جرا علیه قومه ایرا میارد و بعد یقرب وضوءه ایرا ترجمه میکند، بعد حدیث 439 را میارد. این حدیث 439 را انشاءالله درسی آینده برای باب بعدیش کوتاه هست، بعد قطعی باب هرچی از جای درس میکنیم، برای 28 دقیقه شد قریب. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا.